سلام عشقا. داستان چیه؟ من یه پسر روستاییم که رپ میخونم. خب دوست داشتم که فرستالام واسه تون بخونم، نظر بدین. اگه کارم خوبه ادامه بدم، اگه نه که بذارمش کنار. جایم که من هستم دیگه حالا بعدم میذارم چجور جاییه. بیتو پلی کنم. سردم اسلام هستم. نمیدونم خودم کی تو عمقم دیده، خدا میاده از بالا واسه بردم میده. کلی پلن دشمنم پشتم چیده، اما اکتاشو منو فقط رشدم میده. من به سر طبیعتم بودم ویلشون، به آرامش اینجا داره رو همتیش. پله میسازم حریم محرومیتم، خودم تنها مشکینی به بودنش لز. برام مهم نیست بقیه پشت سرم چی میگن، وقتی حقیقت کلش گفتم هرچی. شاید بید کنی الان دشمنم چی، ولی قول میدم به موقعش تو هم فنم شی. کاملشو میذارم عشقا.